سلام علیکم دوستان عزیز، خوش آمدید به کانال ما. امیدوارم که همه شما خوب هستین، تنصیحات هستین. امروز نواری ما از امین جابجا کردن، تازه کردن آشخانه و خلدین کنم خیلی جاها. چخاطر که میدونیم همه زنهای تاجیک تنها روزشون در این آشخانه میگذره، در این تازه کردن و باقی کردن خانه و در. اما هم خواستم کم ترک از اینجا نوار کنم برای شما و کمتر با شما صحبت کنم. اینجا دوزدر من ayaklar جابجا کردستم خلدین که آواز ما در اهمیت نتن خیلی کمتر قرتق دارشن. برفا در طرفای بسیاری از شما که تماشا میکنین ما رو، برفا در طرفای شما اینه که در طرف ما هم که هوا آفتابی هم باشد، ولی ما در جا همه کسا ما گریب شدیم. منم خیلی دوستانی عزیز اینجا در کم ترک خرید کردیم. از این میره ما باید خلدین که تازه کردم و باید همه میره گرفته جابجا کنم. اما خریدی روزگار ده هیچ خرید میکنی اسم گردی همه چیز با تمام شدن. خیلی کم ترک از دانگی و مکرون و برنج همه چیز کم تر خرید کردیم. تا آخر نوار همراه ما باشین دوستان. یک دو سوال ها شده بود، یک دو سوال ده خواستم جواب دیم. انا تماتی میبینین من از یک کانال اینستاگرام از یک تا توصیه داده بودن، از همون خواستم استفاده برم که چه باشه. بسیار تعریفش کردن. باز من هر سال خودم تمام میکنم، استفاده میبرم. یک بانکای لیتر دیگه تمام مونده بود و گفتم که ایشه یه بار استفاده برم از این چه باشه. این پاکت ها را خیلی برای سطیل مصر گرفتگیم. قند شکر خلاصه که امی روزگار میگن، هیچ نکی تمام شوی ندارد. ayaklar خرید میکنی، ayaklar باز هر روز باید که خرید کنین. خیلی نمیشه که یک روز یا دو روز نمیشه که خرید نکرده باشه، که طرف مرکزی نرفته باشه. انا خیلی دوستان یک دو تا سوال شده بود مادر، خواستم با همین سوالای پادپیسچیکا جواب گردونم. رحمت به همه شما که ما رو دستگیری میکنین، نوارهای ما رو تماشا میکنین و در زیرشان هم کامنتاری های خوب مینویسین، سوال های خوب مینویسین. سوال شده بود که شما در کجا زندگی میکنین. شاید فکر کرده باشن ما در یکم شهر دیگه زندگی میکنیم. نه دوستان عزیز، ما در همین تاجیکستان زندگی میکنیم، در شهر دوشنبه زندگی میکنیم. یکم بار ما در خارج نرفتم، در بیرون از تاجیکستان، بیرون از کشور عزیز من یکم بار حالا زندگی کرده که نیستم. خیلی در نصیب آینده ها که در نصیب من باشد انشالله که یک بار تماشا میریم، زندگی کنیم نریم تماشا و یک سیر سیاحت میریم. و باز سوال شده بودن که کانالتون سابشستش کجا شد. کانالی ما نامش دیگه بودن. ما چه که میدونین، بسیاری ها میدونن ما دو تا کانال دارم. کانالی اول دیگری پزنده بونو که ما در کانال ضعیف روان کرده بودم. یوتیوب با بعضی سبب ضعیف کش قبول نکرد. باز از 22 اصلا باز ضعیف کاری میکنم و باز بعد برای من نام کانال ایواز کردم. اینجا در ولاگ ماه موندم. این کانال مال نو 300 چند پادپیسچیک داره، 500-600 تا نداره که سابشستش کشو داشته باشه. انشالله که با دستگیری های شما امیدوارم که سابشست و کانالم پر میشوه و نصیب کرده باشد. انشالله با هم دستگیری های شما کانال های ما پیش می روند. و باز یک سوال دیگه بوده که شما در کجا کار میکنید. من در نوارها میگم من در جای کارم یا که چی، شما در کجا کار میکنید. دوستان عزیز، من در مکتب کار میکنم با نام پرشرف آموزگار معلمه. ولی در همین نوارها کوشش میکنم که آزاد صحبت کرده، آزاد گپ زنیم خد شما. من در مکتب کار میکنم، در مکتب نزدیک خانه. در یک نوار دیگر در نصیب باشه بعدی نوار یک نوار دیگر انتظار شدن در اون ولاگم یا که در نوار دیگر گفتگی ما چه خواندم، چه صاحب دیپلم شدم، چیکار کردم درباره انم دیپلمم است. من دیپلم انم امسال گرفتم. امی ماه در ماهی نویبر دکبر بود، نویبر بود. انم خیلی خلاصه که امی سال 2021 دیپلمم ما گرفتم، خواندم. 5 سال بود کدام دیپلم گرفتم و
با همه دیپلم گرفتگیم کار کردستم اکا. انم خیلی دوستانی عزیز، انم جدا وزیر من جا میکنم همه یاره. من میخوام چی برم بازار هفته قرنم خیلی کانتینرها و چیزایی هست که برای هم خیلی زورخش گرفتن کمتر خرید کنم. نصیب کرده باشد دل یکم روز رفته خرید کرده همه یاره در چیزای خچان میگیریم. دانمی شکر میگیریم. شکر رو برای خوردن ما استفاده نمیبریم. شکر فقط برای یکم چی پختن ما استفاده میبریم. فقط قند استفاده میبریم برای خوردن. نم خیلی دوستانی عزیز، خلاصه که دانگی ها هم مثل جدا شیری قاقای نشایسته را اگر که بدانین در یک نوار ما تیار کردم مانده بدم نشایسته چیه. نم خیلی همه چی را ما گرفتم خلادرنگ در جا بجا کردم یا سلیفکی توار سمیتان قایماق انم خیلی وریان کردم خیلی چیزای چکه و زلینی. خلاصه که امی روزگاری زندگی که آزر خرید میکنی یک لحظه پس میبینی که نیست تمام شد. باز نصیب باشه در ولاگ آینده میخوام نمیشکفه تازه کنم کمتر نوار کنم ایجا باشد. من بعدی خرید کردم بعدی جا بجا کردن کمترک آش کنم گفتم روژه عبید گذشته است با بگره من کمتر آش کنم تیار کنم گفتم و شما را همراه خودم برای تیار کردنی آش بگیرم. شما هم همراه ما باشین یک دهن آش میخنیم بعد از پای کارتون نشین. نم خیلی دوستانی عزیز، باز اگر سوال ها باشد باز اگر یکم سوال داشته باشد یا یکم پیشنهاد ها باشد یکم کمبودی های کانالی ما را میبینید و ما گپ زنید انشالله که ما کمبودی هاش اصلاح میکنیم و ما رو دستگیری کنین و همراه ما باشین. دوستان عزیز دستگیری های شما این پیشروی های ما دستگیری های شما ما پیش می رویم. اگر دستگیری نباشد ما هیچ قدر نوارهایی میکنیم که ویدیوی ما میکنیم اگر کچیت بر 100% هم باشه ولی دستگیری پدپیسچیکا نباشه دستگیری شخصی که تماشا نکنن این هیچ فایده نداره. برای همین ما استا نوار کردن ویدیو کردن باز کوشش میکنم خوبتر یاد بگیرم و برای شما کم باشه همراه خودم میگیرم شما را. من میخدم یک نمود هستم که وقتی ویدیو را تماشا میکنم مثلا ویدیوی یکم اوبارکه کدام باشه انا خواهشم پیدا میشه که من بخیزم من کارا بکنم تز اوبارکه کنم شکاف باشه شکاف و نه باشه و نه خلادرنگ باشه خلادرنگ. خلاصه که من ویدیو را تماشا کردم میخوام خستم کارا کنم که یکم پخت پزی خوشرو باشه یکم تیار کردن یکم نمود خوراک باشه بعد تماشا کردن میخزم بعد دکفتگاه بهم چیزا میدارم کنی هست هم چیزا باشه اگر من تیار میکنم. برای ما هم کمک کردم که نوار میکنیم که خواهش شما هم زیادتر شه برای کار کنی و شما هم همراهی ما باشین. در اینجا کمتر ما آش ما تیار کردم زردچوبه داختمش اینمی نمودی برنجی درازک برنجی نمیدونم نامش چیه خیلی برنج استفاده بردم من در بهن محقوله همه برنج برای آش تیار کردن. خیلی آش بینید چه فسان میویه و زیر من جده دمش میدازم. خلاصه کردم خیلی دوستانی عزیز ما رو همراه باشین تا آخر نوار با ما باشین تماشا کنین و دستگیری های خودتون دریغ ندارین. رحمت برای کامنتاری هایی که برای زادروز بچه جون من نویستین باید خرسان شدم تشکر زیاد. من آش دم میدازم بسیار رقم من به فلقه دم میداختم ولی افسوس که دفعه نداشتم من خیلی پکت کردم بینن آش عجیبه تا آمدنم خیلی برنجش هم شدگی خوش رو آماده. از همین برنج من بسیار وقتا زیرا همین آش میکنم برای آش کنی این برنج میخوام باشه آش هم ویدش فسان میه هم به مزهق میه خیلی کشوده میه خوش رو میه. نم خیلی دوستانی عزیز نه آش ما اینجا کشیده استم من از لگنه کلان برای آش کشیده رو میخوام دم خیلی لگنه بکشم و لگنه دم خیلی بسیاری باشه که بعد شیشته انم خیلی آش کنم. برای آرا دادنش کمتر من از انمی دانه انار استفاده بردم نصیب بشه یکم برزی که آش کردم بعد حتما انم لگنه کلان دم میکشم
بسیاری باشید او لگن کلان آش خوری بعد شده آش بخورین. آش ما تیار شد دوستانی عزیز. با اشتیای تام هر کسی که عبید یا که اوژن کدیزم نواری مرا در کدام وقت تماشا کدیسته بشن خورده استه بشن با اشتیای تام شمودم با اشتیای تام نه همراه ما بیان یک لگن آش میخورین یا اینکه خسته یک چقان شده بختانه یک لگن آش تیار کرده همراه اهل و عیلتان خورین. خیر دوستان عزیز تشکر زیاد برای دستگیری هاتون برای همون لایک کامنتاری های بهترین تون. خیر تا نوارهای دیگر در پناه خدا باشد. خدا نگهبان